سر دختر پیسه گرفتن. این موضوع خوی جنجالی زی افغانستان و الله رحم کنه، آمین بگوین. این پول گرفتن سر دختر یگان منطقه برش ولور میگن، یگان تا بر شیربها میگن. صحیح نی؟ شیربها. شیربها چی معنی؟ قیمتی شیر. قیمتی چی؟ میگه اولاد این دختر میتا 3 لک 4 لک 2 لک روپا میگیر از داماد خود، بچی نام شیربها، قیمتی شیر. که میگه 2 سال 1.5 سال این دخترم شیر خورده از ما. یک فکایی ده یاد محمد بگویم دیگه ها. میگه کدام مادر یگان مادرم هستن دیگه، الله داشته باشه کل گرامین بگویم. یک مادر بسیار جور میداد بچگاه که خدا، بچگاه خدا چی میداد؟ جور میداد که او بچم سم شو گپ مرا قبول کو فلان فلان، ورنه شیر مبرد نمی بخشم. و بچم بسیار قار و شامت برش گفت که مادر جان من شیر تو را نخوردم، شیر گاو داده ای به من. چی داده؟ یا شیر پودری میتن اگان تاده. یگان مادرها شیر ندارن، شیر پودری میتن، قطیگکیو یا سیرلاک میگن یا شیر گاو میتن. که من شیر تو را نخوردم اگر نبخشیم خیره. به هر حال شیر بها گفته. اول خوی پدر و مادر فکر کنن، به این متوجه باشن که تو سریزی اولاد بسیار حق داری. تو به چند روپایی حق خود نفروش. درست؟ مثل حیوان واری اولاد خود نفروش. به خاطر 2 لک و 3 لک روپا اولاد خود گرفته میفروشی. این چی گفته میگیرنی پیسه نمیفهمم. یکان تا بعضی بهانه میکنن که جیز میگیریم. برای چی میگیریم؟ جیز. ولا ای تخت سو، ای اخچال سو، ای فوی کی بستر سو، ای فلان. این خو مسئولیت است. بچه از دیگه او میفهمه پیدا کردن و جور کردن و خانه رم به خود جور میکنه و ای اسباب هم به خود میخربه. تو چی ضرورت است؟ جیز هست در اسلام. پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم زمانی که بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها را به عروسی میداد، به حضرت علی کرم الله وجهه دا او وقت برش یگان بستر و یگان بالش و یک چیز جیز داده بود برش. خو جیز به یاد داشته باش که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از جیب خود داده بود. بگو از کجا داده بود؟ از جیب خود. ایتونه که از جیب علی صاحب گرفته باشه و باز به دختر خود چیز گرفته باشه گیره ببرالی. نه، پیامبر ما علیه السلام از خود برش داده بود. تو هم نرشو از خود که چیزی توانت میشه بتی روشن نکو روشن. چیزی که توانت میشه یک بردابی کی برش. خوی تو خو نکو که داماد خود مجبور کنی، او را قرضدار کنی، دیندار کنی و برن زمینه خود گرو کنن، یا بر ای جوان به اروپا برا، یا خوراک مایی شو د سمندر غرق شو، د بلاها و د مصیبت ها خود گرفتار کنو، با تو یک چند روپه زهر قاتل بیاره و د جیبی تو پرتا که شکمه کی تو سیر شوا. ای بی انصافی است یعنی اسراس بگوین. ای در حقیقت شفقت به دختر نیست، بلکه ظلم و دشمنی به دختر است. تو که داماد خود به این حالت مجبور میکنی که از یک جای از دیگه جای قرضداری کرده، زمین بفروشه، قرض کنه، برای مسافر شوه، با تو پول پیدا کنه که باز دختر برش بتی. که زندگی دامادت نارام بود، زندگی دخترت کتش به طریق اولا نارام است یا نیست؟ خود دشمن دختر خود شدی. باز میگه از کجا کنیم؟ حالی که بچه را عروسی میکنی از کجا میکنی؟ او جب از گفته میتانی؟ برای بچه که عروسی میکنی از کجا میکنی؟ نکنی که مصرف تا حد توان پیش برو. یکی از توانت پورا نیست، 500 نفر نیست 100 نفر بتن. 100 نفرم توانت نیست 10 نفر نان بتی. نان از توانت نیست یک گلاس چای شیرچای بتی. شیرچای هم از توانت نیست یک گلاس چای سبز بتی. و هم از توانت نیست آب خو مفت است. آب خو مفت است، آب خو با پیسه نیست. خود چرا ای بی انصافی صورت میگیره؟ حق پدر و مادر زیاد هست. حق پدر و مادر من یک جمعه گذشته بر شما گفتم، یک قدر زیاد هست. اگر سر شانه گرفته یار به حج و عمره ببری هم حقش پورا کرده نمیتانی.
صحیح ایره پورا کردن نمیتانی. خو اما ای پدر و مادرم باید متوجه شون که اولادم حق داره، نشوه که اولاد خود بگرفته بفروش که بگی ایقا پیسه بده. فقها میگن، عارف بالله مفتی محمد فرید رحمت الله تعالی علیه و دیگر فقها و میگن اینمی پولی که پدر میگیره در وقت عروسی دختر از داماد خیل میگیره، پولی که میگیره 1 لک 2 لک 3 لک 5 لک کم و زیاد، این پول کلش در رشوت حساب است. در چی حساب است؟ یگان جمیل یک کارت نمیشه نه، باز یک چند روپه رشوت میتی که کارت شوا، پیسه دادی کاغذ تا امضا میکنه. میگه اینجا مردم میاین که دختر دبتی و این بچه، میگه این پیسه بیار که باز بتون، این 3 لک میگیره 5 لک میگیره کم میگیره زیاد میگیره، کلش رشوت است. رشوت به دادن دختر خود رشوت میگیری تو، این رشوت است، این جایز نیست. اما ایره باید داشته باشیم، بعض مردم ایره مهر گرفته میخورن. مهر حق مسلم دختر است، در مهر حق کسی دیگه نیست. اگر این پول زمانی که به دختر تسلیم میشه، مهر گفته، در مهر طلاس یا پول از هر چیزی که داده میشه و این باز به طبیعت خود به پدر خود میتا، به برادر خود میتا، به مادر خود میتا، به شوهر خود میتا، اختیار داره، دو مشکل نیست بس. اما ای که ولور گفته میگیرن، شیربها گفته میگیرن، این روا نیست، این نارواست. این زهر است که پدر میخوره، زهر است برش، زهر. چی گفته میخوره ایرا؟ او اگه از یک چشمش خنده کنه و دیگه چشمش گریه کنه، به زور از پیشش میگیره بتیقه پیسه، ورنه نمیشه عروسی. این جامعه ما اینمی گپا خراب کرده. بسیار جوانای ما مسافر هستند که اکثر 10% 80% مشکلشان چیز، ولی نامزاد شدیم پولش پورا کنم که باز برم عروسی کنم. نامزاد شده رفته، بازو خدا میفهمه که آمده میتانه نمیتانه آمده، درا زنده میرسه نمیرسه، چقدر آهام سخت، چقدر مسافرت ها، چقدر مشکلات، چقدر ظلم، با ظلم قاچاقبرا دی سرحدات، چقدر ظلم. تا این حد ما دیروز شنیدم میگه یک کدام راست زمی که خارج میرن به طرف اروپا، کدام منطقه است گوشایش میبرن، یک پیسه روان کو اگانی از امو مسافر از جوانه گوشایش بریده میشه، بینیش میبرن، کلکایش میبرن. وی مسلمانای ما بازم اصلاح نمیشیم. ما از خود باید شروع بکنیم که ما باید در این موضوعات تابع دین و شریعت باشیم. بیا سر برادرت رحم کو که الله سر تو رحم کنه. الله می فرماید شما رحم کنین سر دیگرا که من سر شما رحم کنم. ما گله داریم از کافر که کافر ظالم است، سر خودم فکر کردیم که خودم چقدر ظالم هستیم، چقدر که استوان ما میشه همو که ظلم میکنیم، زیاد خو استوان ما پورا نیست. به هر حال پول گرفتن سر دختر ولور گفته و یا شیربها گفته، این نارواست، حرام است، جایز نیست، در شریعت جای نداره. این در محرم حساب نمیشه. محرموس که تسلیم شو برای دختر، حق مسلم دختر است، او میفهمه اختیار تصرف داره، ملکیت داره به او. اگه او باز به پدر میتا، به برادر میتا، به شوهر مشکل نداره. خو ما شیربها گفته و ولور گفته. یک منطقه است ما نامش فراموش کردیم، میگه اوجا که در خانه کسی دختر پیدا شوه، میگه ایقا خوش میشه، میگه در اکاونت ما 10 لک روپه آمده. چی میگه؟ تعبیرش سیل گونه چی گونه میگه؟ در اکاونت ما 10 لک روپه آمده. حیران میمانی، یعنی به این معنی که این باز ما به 10 لک روپه میفروشم، اولاد خود ما به 10 لک روپه مثل گوساله واره میفروشم. باز در اکاونت ما 10 لک روپه آمده. میگه ایقا خوش میباشه، ایقا خوش. میگه سر بچه ایقا خوش نمیشن. میگه او تاوان است، تاوان سر تاثر تاوان است. دختر خوب است که این 10 لک روپه مفاد میگیری. بس پروردگار سر حال ما رحم کند و احساس و درک و شفقت الله به ما نصیب بگرداند. آمین بگویل. سر اولاد دیگران رحم کو که سر تو الله رحم کنه، سر اولادت رحم شوه.
که خودت رحم نمیکنی و امید رحم داری. در زراعت در زمین کشت میکنی خار و امیدی چی را داری؟ که بس گندم درو کنی. میشه ای تو؟ نمیشه. پروردگار هدایت کامل به کل ما نصیب کنه.